سازمان شفافیت بین‌المللی که در تازه‌ترین گزارشی که از این آدرس نشر شده است دیده می‌شود که افغانستان دیگر در صدر کشورهای فاسد جهان قرار ندارد. از سوی دیگر افغانستان کشوری که در گذشته در صدر جدول کشورهای فاسد جهان قرار گرفته بود و حالا با کسب 15 امتیاز دیگر افغانستان در صدر این جدول قرار ندارد. حالا در نخست توجه کنید به گزارش از همکار ما در این مورد. سازمان شفافیت بین المللی با نشر گزارش تازه اعلام کرد که افغانستان با چند پله صعود و دریافت 15 امتیاز در پله 169مین کشور فاسد جهان قرار گرفته و کشورهای لیبیا، سودان، یمن، سوریه، کره شمالی، سودان جنوبی و سومالیا را پشت سر گذاشته است. حکومت میگوید بررسی جدی قراردادها، ایجاد مرکزی ویژه عدلی قضایی برای رسیدگی به پرونده های فساد از کارکردهای جدی حکومت افغانستان در مبارزه با فساد اداری است. در گزارش سال 2015 سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان با داشتن کمترین امتیاز از جمع 176 کشور شامل در این گزارش همتراز با سومالیا و کره شمالی به عنوان فاسدترین کشور جهان شناخته شده بود. دادستانی کل میگوید هیچ مصلحت را در کار مبارزه با فساد اداری نمیپذیرد، اما رویکرد نهادهای عدلی و قضایی برای برچیدن کامل فساد اداری کافی نیست. در گزارش تازه سازمان شفافیت بین المللی، دانمارک، زیلاند جدید و فنلند به ترتیب به عنوان پاکترین کشورهای جهان از فساد شناخته شدند. در منطقه نیز ازبکستان در رده 156م، ترکمنستان 154م، تاجیکستان 151م، ایران 131م و پاکستان در رده 116م کشورهای جهان از رهگذر فساد قرار گرفتند. سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده پرداز هستید و مهمان امروزی برنامه ما هم محترم اسحاق اتمر، آگاه مسائل سیاسی هستند. سلام بر شما و جناب اتمر صاحب، خیلی خوش آمدید. زنده باشین. سلام خدمت شما و بیننده ها تقدیم. علیکم سلام. با این پرسش بحث را آغاز میکنیم. به نظر شما واقعا این ناشی از کارکردهای حکومت وحدت ملی بوده که حالا در تازه ترین گزارش از آدرس شفافیت بین الملل که نشر شده دیگر افغانستان در صدر جدول کشورهای فاسد جهان قرار ندارد و دورتر آمده؟ واقعا فکر میکنین این همه تلاش ها و تعهداتی که رهبران حکومت وحدت ملی سپرده بودند و اون تعهداتشون حالا تحقق پیدا کرده که ما شاهد چنین گزارش هستیم؟ ما فکر میکنم به هیچ وجه چنین نیست. افغانستان هنوز هم در تاپ 10 قرار داره، یعنی در 10 کشور فاسد دنیاست. در 176 کشور افغانستان 169 کشور است. نظر به این راپوری که شما گفتین. اصلا اگر ما فساد تعریف بکنیم، فساد ترا اختلاس نیست. فساد هر نوع سوء استفاده از مقام و قدرت دولتی به نفع شخصی است. و این برمیگرده به مواردی که یا فاکتورهایی که مربوط میشه. به طور مثال امنیت است و مثلا امنیت یکی از فاکتورهای بسیار مهم موجودیت فساد است. هر قدر که ناامنی در کشور اضافه میشه به اون اندازه فساد گسترده تر میشه. و ضمناً مسئله اقتصاد است. شما ببینید وقتی که یک اقتصاد لجام گسیخته یا یک پول بدون به اصطلاح پول سرشار و وافر یک کشور سرازیر میشه بدون که کدام محدودیت داشته باشه، اینجا زمینه بر فساد مساعد میشه. از طرف دیگه ابو پارتنرهای خارجی که در کشور بودن در طول 15 سال گذشته بعضا زمینه ها را اونها هم بر فساد مساعد ساختن. ولی متاسفانه در طول 15 سال یک کلتوری بوده که از بیشترین از کشورهای همسایه
انتقال کرده به طور مثال. شما ببینید کسایی که در کشورهای همسایه زندگی میکردن و امو نحوه فسادی که یا نحوه رشوتی که در اونجا رواج بوده با آمدن خود اینا اینجا انتقال دادن. ایره شما که به تاریخ افغانستان 30 سال یا 40 سال پیش برین، مسئله فساد بسیار محدود بود و یا اصلا بسیار کم بود، ولی با آمدن اینمی کلتور، با آمدن اینمی امتزاج یا دایورسیتی که از تمدن‌ها و یا از کلتورها موجود آمد، اینمی اضافه شد و مردم چی پارتنرها بودن چی خود افغان‌ها بودن اینا دست به فساد زدن. از طرف دیگه پیگیری فساد است که با نتونستیم نهادهایی که اینجا برای محو فساد بودن یا نهادهایی که تازه تأسیس شدن برای اینکه را فساد بهار بسازن و یا از بین ببرن. اصلا گفته بشه که فساد از بین نمیره، فساد مدیریت بشه، فساد محدود بشه. اگر ما در این فکر باشیم که کاملا فساد در سر تا سر کشور خود از بین میبریم، این اونقدر با واقعیت نزدیک حالا فکر نمی‌کنین که در حکومت وحدت ملی حداقل دیده میشه که فساد آنچه که رهبران حکومت وحدت ملی تعهد سپردن و آنچه که حالا انجام میدن، دیده میشه که حداقل اینا برنامه برای محو فساد، مبارزه با فساد را دارن؟ مثل کمیته تدارکات که 15 میلیارد را اینا صرفه‌جویی کردن و حالا سخنگویای حکومت وحدت ملی هم میگن که اگر امروز در این گزارش سازمان شفافیت بین الملل که ما چنین موقف را پیدا کردیم، اگر این بار خوبتر از برای ما ناشی از کارکردهای حکومت وحدت ملی بوده و مخصوصا کمیته تدارکات که خیلی جدی در برابر فساد اونا آماده داره. یک فاکتور میتونه باشه که کمیته تدارکات ایجاد شد و اینا تدارکات از چینل های مختلفی که صورت میگرفت و معمولا در قراردادها و معمولا در امی داستوتی که بین کمپنی ها صورت میگرفت، اینا تانستن تا از اندازه جلوی فساد بگیرن. یک پیشرفت است، این باید قبول بکنیم، ولی این کافی نیست. ما باید پیش بریم. هنوزم افغانستان فاسدترین کشور است در جهان و مبارزه باید ادامه پیدا بکنه. ما فساد تنها شامل پول نیست. فساد را ما تنهایی را گفته نمیتونیم که وقتی که پول تا بالا میشه، وقتی که پول دست به دست میشه این فساد است، بلکه فساد در همه حدود شما هر نوع سوء استفاده خدمت شما عرض کردم که شامل فساد میشه. درست است، با یک پالیسی یا یک استراتژی برای مدیریت فساد باید داشته باشیم. حالا ما ببینیم یک تعداد دهات‌های است یا اداراتی است برای مبارزه علیه فساد اداری و چنان، ولی اونا امو قدرت یا صلاحیت خود ندارن که اونا عملا بتونن جلوی مفسدین بگیرن. ما مثال بسیار ساده و زنده براتون میگم که بسیار انتخابات گذشته را شما دیدین، کل افغانستان 30 میلیون نفوس افغانستان با اعتراف میکنه که فاسدترین کمیسیون انتخابات گذشته بود که دموکراسی ما را بدنام ساخت، اعتماد مردم بالای حکومت از بین برد و همچنین روند انتخابات بدنام ساخت. اونمو فاسدین مفسدین با همون امتیازاتش آورد در کنار رئیس جمهور مشاورین بقرار شد. اگر مبارزه علیه فساد اینطور یک چیز باشه دیگه ما فکر میکنم با راه ترکستان پیش گرفتیم. دقیقاً بحث انتخابات میتونه مرتبط به مسائل فسادی که شما برش اشاره کردین داشته باشه و باشه حداقل. حالا رئیس جمهور که این کار را کردن، کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی شکل گرفت و بعد از او کمیته ایجاد شد برای گزینش چهره‌های تازه برای کمیسیون های مستقل انتخابات. بالاخره از میان تعدادی که معرفی شده بود، رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افراد نخبه را به گفته خودشان انتخاب کردند به عنوان کمیشنر در کمیسیون های مستقل انتخابات گماشتند. اما اینا خوشبینی دارن که حداقل با توجه به تعهداتی که در آغاز کارشان کرده بودند، مسئله آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان که آنچنان شما اشاره کردین که حداقل صدمه وارد کرده بود به مسائل دموکراسی و دموکرات بودن حکومت افغانستان.
ولی اینا حالا خوش هستند که حداقل تحقق پیدا کرده وعده ما از یک طرف و از طرف دیگر ما برنامه مبارزه با فساد ما را با اینمی مسائل میتونیم بر مردم ثابت بسازیم. با مردم توقع ای را دارند که مفسدین یا متهمین به محاکم کشانده شوند. ما تنها این را نمیگیم که یک کمیسیون رفت و یک کمیسیون دیگه وضعش آمد و یک کمیسیون بعدی بتونه که بسیار موفق باشه. ما میگیم کسایی که اینا دستشان به فساد آلوده است و کسایی که اینا مفسدین هستن اینا را بکشونین به محکمه. ما امروز با جز از 3 ویری که در وزارت داخله دیدیم و این از طریق رسانه ها شنیدیم، اونا را سرنوشتشان بعدا هم نفهمیدم که چطور شد، ولی اولا مردم منتظر عزیزن که گام های عملی را ببینن و کسانی که در چنین فسادهای بزرگ و کلان متهم هستند اینا به محاکم و دادگاه کشانیده شوند و مجازات شوند. این بسیار مهم است. شما قضیه کابل بانک میبینین، تا روز قضیه کابل بانک حل نیست و تا روز مردم طرف قناعت مردم واقع نشده، با وجودی که 6-7 سال ازی گذشته. به این ترتیب قضایای دیگه است که مردم منتظر است که حکومت گام عملی برداره. اما گام عملی را ما کم میبینیم. در رسانه ها گفته بشه که در فلان وزارت چقدر پول به اختلاس رفته، چقدر عسکر خیالی بود، چقدر پلیس خیالی بود، چقدر معلم خیالی بود، چقدر مکتب خیالی بود. ولی عملا یک چیز از رسانه ها ما ببینیم دولت میگه بمیزره، اشخاص هم معلوم است، ولی هیچ کس دست به او اشخاص برده نمیتونه، برای که اشخاص هستند که اونا خودشان در نظام شریک هستند. شما یک خشت اگر شور بتین در نظام، کل خشتای دیگه هم خیلی شور باشد. حالا آنچنان که شما اشاره داشتین، مسئله به محکمه کشاندن مقامات بلند رتبه از وزارت داخله را که دیدیم حتی محکوم هم شدن به حبس اونا. و از طرف دیگر حکومت افغانستان چندی پیش اعلام کرده بود 15 والی ولایت‌های افغانستان را امتیازاتشون از آدرس حکومت مرکزی بند میکنن به خاطر این که تا زمان اونا دارایی‌هایشون را ثبت نکنن. فکر نمیکنن که این موارد هم نشان دهنده ای است که حداقل اراده‌ای در درون حکومت به خاطر مبارزه با فساد هنوز وجود داره و همچنان اینا خیلی خوشبین هستند. چیزهایی که صورت گرفته، مواردی که به خاطر مبارزه با فساد صورت گرفته خیلی به پیشی نبوده در حکومت‌های گذشته و حکومتی که حالا انجام دادن. ما به باور هستم که یقینا اراده وجود داره و اراده باید وجود داشته باشه، چون خود رئیس جمهور کسی نیست که سابقه داشته باشه که او اینجوری باشه که او در یکی از فسادهای کلان کشور شامل بوده باشه. واضح از کل مردمی را میفهمه. ولی اگر اراده هم وجود باشه، مردم توقع داره که اراده به پیش بره. تنها اراده موجودیت اراده شرط نیست. درست است ما تشویق میکنیم از کار حکومت، ما پشتیبانی میکنیم و ما خودم به حیث یک هموطن و همشهری خوش هستم از این که بالاخره دولت میتونه جلوی فساد بگیری. حداقل اراده در حکومت موجود است، ولی توقع ما این است که این اراده قوی باشه یا اراده بیشتر شود و مردم منتظر نتایج از این عملیات است که ببینن این مثلا این مبارزه و کجا می انجامه، نشود که این مبارزه باز سکتگی به خود پیدا بکنه و یا آهسته بره و یا به اصطلاح موانع در مقابل از این اراده وجود بیاید. از این خاطر است که مردم در حالت هستند که توقعات بیشتر دارن از حکومت و از نظام که اینا عملا با اقدام قوی و مستحکم بردارن. با توجه به جدیت رهبران حکومت وحدت ملی در آغاز کارشان، مخصوصا در امر مبارزه با فساد که ظاهرا معلوم میشدن خیلی جدی بودن و رئیس جمهور همچنان کارهایی را در آغاز حکومتش کرد که اما به انجامش نرسید، ولی کندی که در کار دیده میشه، شما عوامل از این در چی میبینید؟ یک چیزی بسیار مهم که با باور و با معتقد است که
نه رئیس جمهور و نه رئیس اجرایی اینا تیم خوب دارن. یک از اینا تیم خوب ندارن. کسانی که در اطراف رئیس جمهور هستند اکثریت از اینا کسانی هستند که یک سر فساد به اونا به انجامه. به این ترتیب شما رئیس اجرایی را ببینیم کسانی که در اطراف از اونا قرار دارن کسانی هستند که بالاخره در نهایت امر فساد در کشور یک سر نخ به اونجا پیدا میکنه، یک سر نخ به اونجا میرسه. از اون خاطر تا تیم متحد در حکومت موجود نباشه، تا خود تیم پاک نباشه و متحد به خدمتگزاری و صداقت و ملت افغانستان نباشه، ما فکر نکنم اگر تنها 2 نفر بتانن که امی امر را به پیش ببرن. در صورت با فکر میکنم که اینا یک بازنگری بکنن خودشان، چی آقای رئیس جمهور است چی جناب دکتر صاحب عبدالله است، در اطراف خود بگذرن از امون آدرس ها بگذرن، به اصطلاح از امون آدرس های که را در دوران کمپاین کمک کردن دیگه یک تشکری کلان کنن از کلشان که خانه تان آباد بانن که یک حکومت داری درست. حالا اشاره شما بر بحث مصلحت بود که بیشتر اینا با مصلحت پیش نرن. در مورد افرادی که شما برش اشاره کردین در جریان کارزارهای انتخاباتیشان اونا در کنارشان بودن و حمایتشان کردن و ناگزیرن افرادی که معرفی میکنن اینا به جای مقرر میکنن با توجه به گذشتهشان که هرچی باشه. حالا برمیگردیم به این که حداقل به نظر شما حضور بیشتر مشاوران رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی چقدر میتونه اینا مسائل باشه که فساد را بیشتر بسازه در حکومت؟ خودمی فساد است. با تعداد قدر مشاور که در تاریخ افغانستان هم از زمان جناب کرزی تا به امروز یک معمول شده رواج در کسی که در جای بیکار میموند بزو مشاور میشد. من یکی از مشاورین آقای کرزی دوست بود که سابقا وزیر بود. یک روز از این پرسان کردم که تو مشاور آقای کرزی هستی، چقدر وقت است که آقای کرزی را دیدی؟ گفت بعد 2 سال است که آقای کرزی را دیدیم. بایزی که با چند بار خواستیم که آقای کرزی را ببینم و درخواست روان کردیم که من کار دارم ما شما را باید ببینم و کسی بود که وزیر بود در کابینه آقای کرزی، ولی آقای کرزی برش وقت نداده بود که اون آقای کرزی اینا را ببینن. بر صورت ابی تعدد مشاورین هم معنای ای است که خود از یک نوع زیر بار رفتن، یک نوع زیر فشار رفتن اونمو افراد و اشخاص هستند که قوت کابل بالای 2 نفر دارند و خود از یک فساد است، یک سوء استفاده است از دادن معاش به افرادی که اصلا بیکار هستند، اصلا به درد هیچ چیز نمیخورند. ما ضرورت به مشاور حتی باور بکنین در وزارتخانه ضرورت به مشاور ما نداریم، ولی متاسفانه هر کسی که از یک جای بیاید و بیکار بشه یا به یک نحو رئیس جمهور را بشناسه یا رئیس اجرایی را بشناسه اکثرا مطبوعات مجازی شما ببینید در رسانه ها بچه های بسیار جوانی که سنشان 22 سال است میرن مشاور رئیس جمهور بشن یا مشاور رئیس اجرا میشن که اصلا هم معلوم نیست که مشاور چی است، تخصصی در کجاست، چی مشوره خواهد داد به اینا. من فکر میکنم مشاور باید کسی باشه که کاملا متخصص باشه در یک مسلک و یک سابقه کاری داشته باشه، یک تخصص داشته باشه و همین قسم دو بخش سابقه بسیار طولانی داشته باشه که ابو افراد ما امروز ببینیم که اونا مثلا اگر شما امروز مسئله آب مسئله بسیار جدی است در تمام دنیا، مسئله آب بسیار جدی است و ما کسایی را بشناسیم که در مورد آب اینا تخصص دارن و سابقه دارن و به اصطلاح یک مدت بسیار طولانی اینا کار کردن، ولی هیچ کس حتی در کنفرانس از اونا دعوت نمیکنن که بیان در مورد مار ساختن آب افغانستان یا در مورد ساختن استراتژی برای آب در افغانستان بیان در کنفرانس اشتراک کنن، یک نظر خود بتن. از این خاطر است که یعنی کار به اهلش سپرده نمیشه. یقینا اگر شما ببینین ابو تراوز در تمام جا که شما ببینین
تخصص و مسلک و درجه تحصیل مدار اعتبار نیست، بلکه روابط زیادتر ترجیح داده میشه و اونمو آدرس هایی که معمولا بر دو تیم مربوط هستند. و من تعجب میکنم که هر وقت یا در رادیو بشنوم یا در اخبار میخوانم یا در تلویزیون میبینم که ادعا میشه که 50-50 خب ما حق داریم. ما برادر حکومتداری به 50-50 نمیشه. کس این حق نداره که حکومت تقسیم بکنه و 50-50. حکومت وحدت ملی به معنای تقسیم 50-50 نیست. حکومت وحدت ملی به معنای است که تمام اقوام، تمام احزاب سیاسی، تمام مردم افغانستان خود ببینند این حکومت، نه اینکه رسمان پارتی ما رو تقسیم بکنیم که اگر در یک مکتب وزارت چپراسی و قرار بشه، یکیش باید از رئیس اجرا باشه، دیگهش باید از رئیس جمهور باشه، که ما را به راهنمایی درست نمیکنه، ما را به بیراه میبره. حالا یک مسئله دیگر هم مطرح میسازیم اینجا، بس این که دقیقاً ما با یکی از کسای این حکایت را میکردن، اونا که با رئیس جمهور چندین بار دیدن از نزدیک و کار رئیس جمهور را مشاهده کرده بودن. میگفت در آغاز، در قبل از اینکه کار رئیس جمهور را دیده بودن، اونا میگفتن که همیشه انتقاد میکردن رئیس جمهور را ناکاره میگفتن آدم کاریگر نیست. زمانی که از نزدیک گفت من دیدم، واقعا متوجه شدم که حالا این رئیس جمهور اراده خدمتگزاری بر مردم افغانستان را داره و میخواد واقعا کار بکنه و آنچه که تعهد کرده و وعده کرده برای مردم افغانستان میخواد عملی بسازه. بس این که حالا کمیته تدارکات که برابری خود رئیس جمهور است و ریاست این کمیته را خود رئیس جمهور داره و نمیخواد که این مسئله به دست دیگرها بفته، به این معنا که نشان میده که بی‌اعتمادی وجود داره و رئیس جمهور بالای هیچ کسی اعتماد نمیکنه، چون خودش میخواد بیشتر مسائل پولی که فساد اونجا وجود داشت خودش در اون مسئله دخیل باشه و بیشتر خودش توجه بکنه تا اینکه فساد دور شود و حداقل اینا بتونن صرفه‌جویی بکنن. و این موارد رئیس جمهور را زیر انتقاد قرار داده و اکثرا سیاسیون افغانستان میگن که رئیس جمهور نباید چنین کار را بکنه، باید کار را تقسیم بکنه، نمیتونه به تنهاییش هیچ وعدهش عملی بسازه. هدف این نیست که آدم کار زیاد کرد دیگه او بسیار وطن دوست است. کار زیاد کردن هیچ معنا را داره، ولی کار خوب کردن معنا داره. اگر شما 20 ساعت کار کنید، کار بیهوده میکنید، هیچ فایده نداره. خودم خسته میسازین، دیگران هم خسته میسازین، منابع هم ضایع میکنین. از او خاطر اگر کار دقیق و درست صورت بگیره بهتر است. من فکر میکنم، من به باور هستم که خود رئیس جمهور عقب کارهای کوچک نباید وقت خود ضایع بکنه. خودش عضو کمیسیون تدارکات ملی، من فکر میکنم بسیار کوچک است بر رئیس جمهور. رئیس جمهور باید سر موضوعات بسیار کلان فکر بکنه. رئیس جمهور باید سر استراتژی های دولت، سر سیاست های دولت، سر سیاست های خارجی دولت، سر مسئله جنگ، سر مسئله صلح، سر این چیزا تمرکز بکنه. حالا بیشتر فساد در مسائل تدارکاتی وجود داشت که رئیس جمهور هم جلوی اون را میخواست بگیره و این مسئله باید که ببینین آیا رئیس جمهور ابو تو یک تیم با اعتماد نداره که یکی دو تا رو مقرر کنن که برای تدارکات تعقیب بکنن؟ اینجا مهم است. من میگم که وقتی رئیس جمهور باید بسیار با ارزش باشه، وقتی رئیس جمهور باید قسم مصرف شود که ارزشش بسیار زیاد باشه، نه ای که اینا در 24 ساعت 18 ساعت وقت خود سر چیزای مصرف بکنن که زیاد، یعنی با این اوتکمش به اصطلاح برای مردم با این برنامه‌ای که یا با پیش میرن و میخواین مبارزه بکنن با فساد، فکر نمیکنه اینا ما آرزومند هستم که پیش برن، ولی مشکل است که به این شکل که اینا مبارزه علیه فساد گویا به این شکل پیش برن و اقدر خوشبین نیستم که اینا موفق باشه. خیلی تشکر. خیلی سپاسگزارم از حضور محترم اسحاق اتمر، آقای مسائل سیاسی در برنامه. یک بار دیگه از حضورتان تشکر. بیننده های عزیز تلویزیون از شما هم تشکر که بیننده این برنامه بودین. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.